آرامگاهی که پشت روی بنده میبینید مربوط به دوران هخامنشی یا پسا هخامنشی است، در روستای فالونک که پشت این مکان ما به آرامگاه ایوب نبی هم برمیخوریم. چیزی که ما رو به اینجا کشون، متاسفانه با خبر شدیم که در فاصله 100 متری این مکان مجوز معدن صادر شده، جایی که پر است از آرامگاه های دوران هخامنشی و پسا هخامنشی. به دنبال چه هستن؟ چرا در نزدیک آثار باستانی باید مجوز معدن صادر بشه؟ مجوزهایی که فقط برای حفاری های غیر مجاز استفاده میشه و هیچگاه هم عملیاتی نخواهد شد. جا دارد که مسئولین استان فارس پیگیر این موضوع باشند. یه عده سودجو به دنبال چه هستن؟ اینها آثار نیاکان ما هستند، شناسنامه ما هستند. چرا باید مورد تخریب قرار بگیرن؟ امیدواریم هرچه زودتر در این باره هم یک تصمیم درست حسابی گرفته بشه. پاینده ایران.